در اینجا طرح قانونی را آماده دارند که به کار خبرنگاران و استفاده اینترنت در تاجیکستان ربط میگیرد. وکیلان نوشتن کادکس اطلاعات را سال 2018 با یاری جامعه شهروندی سر کرده بودند. حکومت تاجیکستان آن را برگردانده است. بعد که همون و ایرادی شدگی بود اینا بین وقت گفته اونجا هم گفته که هر اونجا بس اینترنت و اولویت اینترنت گفتگی بودن که پر اون رو به فرو گرفته شود. انا این چیزهای وارد کردیم در مفهوم هم هست با کاملتر شده است. چندی از روزنامه‌نگاران بعضی از بندهای طرح نو را بحثی می‌دانند چون به باور آنها دریافت اطلاع را محدود و دست مقامات را برای پنهانکاری باز می‌کند. بعضی از حقوقدانها می‌گویند طرح قانون خیلی بر وقت ریخته شده در وضعیت حاضر تا حد کهنه شده است. آنها می‌خواهند مفهوم‌های وابسته به اینترنت از جمله بسته معلومات و پرداخت و امضاهای آنلاین به نظر گرفته شود. کودکسی قبول شود که و ضروریت داشته باشد، نه اینکه جمع کردن همه قانون‌ها یا سندها در یک کتاب در یک موضوع. باید که حتما آن مناسبت‌هایی که به تنظیم درآورده نشدند، آن مناسبت‌هایی که نو پیدا شدند وابسته به فضای رقمی هستند و وابسته به مناسبت‌های معاصر هستند، آنها را به تنظیم درآورد. مثلا مسائل وابسته به بانک‌های آنلاین، پرداخت‌ها، حجت‌گذاری، امضای آنلاین، مغازه یا اینکه همه نمود پلتفرم‌های آنلاینی که در جمهوری تاجیکستان ما استفاده می‌کنیم. کارشناسان دیگر بر این فکرند که قانون نمی‌تواند فراگیر همه کار مربوط به تکنولوژی نوین باشد. رستم گلوف از جمله آنهاست و می‌گوید تکنولوژی چنان در حال پیشروی است که نمی‌شود همه آن را پیش بینی کرد و در یک قانون گیر آورد. فرض کنیم ذهن سونی حالا خیلی پهن شده ایستاده است که آن نیز اطلاعات زیاد را استحصال میکند و در ساختن محتوا نقش مهم دارد. عموما مناسبت ها را باید به تنظیم درآورد، خصوصا دسترسی مردم را به اطلاعات و اطلاعات گیم خصوصا رسمی که از جانب مقامات دولتی یا که شرکت و تشکیلات ها باید که آن نشر شود و چگونه ما توانیم که به همون اطلاعات دسترسی پیدا کنیم. طریق سامانه باشد، طریق مسنجر ها باشد یا اینکه طریق درخواست و دیگر. تشبثکاران لایحه کادکس اطلاعات در آغاز گفته بودند هدف از بین بردن زید و نقیضی‌های قانونگذاری مربوط به رسانه‌ها در تاجیکستان است. با گذشت 6 سال به نتیجه نرسیدند. من اصلا خوشبین هستم ولی باور ندارم که این لایحه‌ای که پیشنهاد کرده شدن قبول گردد. زیرا متحدی، یگانگی، موقع یگانه جامعه ژورنالیستی در قبول کردن کودکس لایحه در قبول کردن کودکس اطلاعات وجود ندارد. متاسفانه هر کس کلبه را بالای خود میکشد و متاسفانه شخص‌های هم هستند که در طول 5-6 سال در همین سمت کار کردند لیکن موقع یگانه ندارند. طرح قانونی نو را در حال میکشند که وضع رسانه‌ها و آزادی بیان در تاجیکستان در گزارش سازمان‌های بین‌المللی بد ارزیابی می‌شود. هرچند مقامات این ادعا را نمی‌پذیرند، فریدم هاوس یا خانه آزادی در آمریکا تاجیکستان را در شمول کشورهای سرکوبگری رسانه‌ها و آزادی بیان جای داد.